سلام خدمت شما دوستان عزیز. بنده دکتر ستار علیزاده هستم. امروز میخوایم همراه با دوستانی که در تور علمی دنتال اکسپو شرکت کردن به بررسی این نمایشگاه بپردازیم. اگر شما دانشجوی دندانپزشکی و یا علاقه‌مند به دندانپزشکی هستین، از طرف پلتفرم ایرانسکی از شما دعوت میکنیم که در تور علمی دنتال اکسپو بعدی که از تاریخ 25 سپتامبر سال 2023 برگزار میشه رو شرکت کنید. بیشتر چیزی که ازش استفاده میشه تو اندودونتی انجام میشه، زمانی که شما بخواید پلاستیک لثه انجام بدید و خیلی جاهای دیگه. خیلی از فیلم‌ها خوشگلی که تو اینستاگرام می‌بینی، عکسایی که می‌بینی، اینا ریشکی با دوربین نمیگیره، اینا از طریق خود این میکروسکوپ‌ها میگیرن و چیزی کرد. وقتی شما به عنوان بچه اسیستنتی یه چیزی که هست اسیستنت چیتیری روکی، یعنی چی؟ یعنی دکتر که کار میکنه دستاش به این شکل وسایل رو تو دستت بگیر مثل خودکار. شما اینجا که کار میکنه چشمای دکتر تو اینه، تمام وسیله‌ای که هست اسیستنت دستش میده، دکتر سرش رو بلند نمیکنه. فاصله بین دوتا مردمک چشمشون با هم دیگه یکی بشن و شما تو هر دوتا اینا یه تصویر رو ببینید. هر موقع که شما اینو میدیدین به هم بگین. کم شد، بذاریم من از بزرگش چی کنم. بذاریم من اینو از دو تا تصویر الان میبینید. نه، سرتون رو شما نگه دارین مستقیم. من اینا رو کم میکنم تا واسهتون چی بشه. اینا در دو تا تصویر الان داره به هم نزدیکتر میشه. هر موقع که یه تصویر شد شما بهم بگین. خوبه؟ بچه‌ها چیزی هم که شما اینجا میبینید مریضم میتونه ببینه دقیقاً شما دارین چی کار میکنید. این با این شما اندازه‌ای که فاصله بین دو تا مردمک چشمتون رو شما تنظیم میکنید و با این یکی شما اون مقدار زومی که لازم دارین رو شما میتونید دقیقاً چی کنید که ببینید شما تا به کجا میخوام برسید. مثلا یه خود من اینو برگردونم که دقیقاً روی این دندون باشه. الان ما زوم کردیم، کیفیت خودش رو این از دست داد. То есть нам нужно будет вверх-вниз клиент поднимается, что неудобно. Либо микроскоп. Но микроскоп здесь, чтобы четкость, микроскоп. Если стоит готов микроскоп. این تو اون دستگاه آخری این مدل آخر اولشه، اون یکی اونوری مدل آخرشه. تو این قیمتش تقریبا اون یکی 2 برابره اینه. این 770 تا، اون تقریبا نزدیک 1.5 میلیون. و یه چیز دیگه که من این مثلا وجود داره، شما وقتی که دارید با میکروسکوپ کار میکنید، شما تنظیماتی که دارید نسبت به چشم خودتون، اگه چشمتون ضعیف باشه شما اینو تنظیم میکنید. وقتی که میارین زومی که انجام میدین، وقتی که شما دوباره این زومتون رو برگردونید، خود این میکروسکوپ اینها رو به حافظه میسپاره و دوباره دیگه هر دفعه لازم نیست که شما اینو دستی بخواید باز دوباره تنظیم کنید. گاردهای متفاوت میبینیم که اینهایی که هست اینا از چه شکله. ما اول چیزی که هست با دستگاه CBCT که اون اول توضیح دادم، ما مریض میفرستیم و یه فرم سه‌بعدی از فک مریض میگیریم. بعد از این حالا اگه دندون داشته باشه با همون اسکنر سه‌بعدی ما میایم دندونای مریض رو میگیریم. اگه دندون نداشته باشه ما میایم دوباره همینو میگیریم و چیزی که هست اینو ما میفرستیم واسه لابراتوار اول به شما یه همچین چیزی رو میده که این رو خود این دندونا فیکس میشه، روی خود فک فیکس میشه که شما این سوراخ‌هایی رو که داره ما کلا این بهش میگن شابلون ایمپلنت، شابلون. این چیزایی که هست اینا 3 نوع دارن. یکی از این شابلون‌ها هست که روی دندون سوار میشه، یکی از این شابلون‌ها هست که روی لثه سوار میشه و یه سری از این شابلون‌ها روی استخوان سوار میشن. اینها وقتی که اول ما میایم اینو مثلا این چیزی که هست این روی استخوان سوار میشه، اینو ما میذاریم اینو روی خود استخوان فیکس میکنیم و بعد این شابلون دوممون رو ما روی این قرارش میدیم.
اینو قرارش میدیم و اینجا دقیقاً جاهایی که ما باید ایمپلنت رو قرار بدیم. این سیستمی که اینجا الان ما می‌بینیم این آلان 6 یعنی اینکه روی 6 تا ایمپلنت ما به صورت کامل یه دونه فک رو سوار می‌کنیم. که این حالا از لحاظ پروتزیش بخوام بحث رو باز کنم باز چی میشه که معمولا این یا پروتز سره میزنه ولی بهتره معمولا که اینو ما یه پروتز ستیکه روی سوار کنیم، یعنی دو تا این ور دو تا این ور دو تا این ور، در صورت مشکلی که اگه داشته باشیم این چی کنیم. خوبیش شابلونای ایمپلنت تو چیه؟ اولا اینکه زمان ایمپلنتی که میذاریم زمان خود عملمون رو خیلی کوتاه‌تر میکنه و این هر چی زمان عملمون کوتاه‌تر بشه رزولتاتی که همون نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم خیلی بیشتره. و دومین چیزی که داره شما با این عملا دیگه شما نمیتونید هیچ اشتباهی انجام بدید. نه شما میتونید ایمپلنت رو کج بذارید، نه میتونید اگه نسبت به یه ناپورایی که هست اینا رو بذارید، نه میتونید اینو عمیق‌تر بذارید یا اینکه شما میتونید اینو با اون کافی نرسید که بخواید ایمپلنت رو بذارید. این اولین چیزایی که استفاده میشه. اینم این واسه سری که گفتم این بدون دندون باشه. یه سری دیگه هستن اینجا دندون دارن، میبینید؟ و اینجا دقیقاً جاهایی که شما بخواید ایمپلنت رو بذارید اینها معلوم شده است. این مدل دومشه. اینم دقیقاً همون کار رو داره انجام میده. این مدلی که واسه شما واسه ارتوپدیش اسکیپ شما استفاده میکنید که بخواید روکش‌ها رو بذارین و چیزای دیگه. اینجا یه مدل دیگه که ما داریم می‌بینیم باشه که شما میتونه حدس بزنه این چیه. خوب نزدیک بود. این تو بهش میگن الاینر. الاینر چیه؟ الاینر ارتودنسی بدون سیم. این وقتی که ما به نزدیکتر یه خورده وقتی که ما به دندون نگاه کنیم یه نقطه‌های روی این هست که ما اینا رو با کامپوزیت رو دندون ایجاد می‌کنیم و وقتی این که ما اینو می‌ذاریم ببینید وقتی که اینو می‌ذارم این چقدر کیپ میشه به دندونا. می‌بینید این دیگه هیچ چیزی نداره که موقع در آوردنش هم می‌بینید این اون چیزی که شما دارین میگی و میگه اشتامپو و نایکاپا این دقیقا مثل همینه ولی لایه‌اش نازک‌تره و اینجا شما این چیزا رو ندارین. اینو میذارم واسه حرکت دادن دندونا که شما ارتودنسی بدون سیم انجام میدیم. اون چیزی که شما میگین این نقطه ها رو نداره و این معمولا بعد ارتودنسی انجام میشه که شما ارتودنسی انجام میدین مریض حدودا 3 سال بعد اینکه ارتودنسیش تموم میشه معمولا میگن 2 برابر طول ارتودنسی که انجام بدین. این مریض اینها رو میذاره که این دندوناش دوباره برگشت نکنن به اون حالتی که دارن. چرا؟ چون همونجوری که ما خودمون میدونیم همون پریودونتال نیستیوی است که یا ربات هایی که بین استخوان و دندون وجود دارن اینها یه حالت کشمانند دارن و زمانی که شما دندون رو برمیگردونی اینا باز دوباره دوست دارن برگردونن دندون تو همون حالتی که هست. این وقتی شما میذارین باعث میشه از اون چیزی از اون برگشتی که دارن از اون جلوگیری بشه. اینجا یه سری چیز دیگه که ما داریم میبینیم به اینا این دو نوع اسپلینتن. این دو نوع اسپلینت هستن که اینها رو واسه معمولا کسایی که مفصل TMG شون یا ونچیسشون مشکل دارن از اینا استفاده میشن. این دو تا مدل دارن که یکیش بهش میگن میاریلکسی روشی به میگن پوزیشنی روشی. فرق این دوتا چیه؟ وقتی که سطح اینا رو ما نگاه کنیم میبینی اینا سطحش صافن و این با فاصله که بین تو سطح میافتن باعث میشه که این اسپازمی که توی ماهیچه ها داره اینها کمتر بشه. ولی اینی که داریم میبینی اگه اینو سطحش رو نگاه کنید میبینی اینجا جای دندون داره که وقتی که اینو مریض تو دهنش میذاره واسه وقتی اون پریکوس یا اون اکلوژن جدیدی که واسهش ایجاد و این مغزش تا عادت کنه به این حالت که اینجوری باید دندوناتو با هم دیگه بذاری. بعضیا هستن حالا به واسه مشکلات متفاوتی که داشتن سر اکلوژن اشتباهی که داشتن سر پریکوس اشتباهی که داشتن سر عادت‌های بدی که داشتن میتونن مثلا طرف یا حتی سر فوبیا و سر چیزایی که بود مثلا طرف ویالون میزده یا چیزایی که بوده عادت کرده بد بگیره یا مثلا طرف بوکسور بوده یا چیزی که هست عادت کرده دندوناش رو تو حالت غیر عادی بگیره. واسه اینکه اینا عادت کنن دندوناش رو تو حالت عادی بگیرن اینها اینجا این همچنین شکلی داره که این دندونا قرار بگیره ولی این سطحی که می‌بینی صافه. فقط این باعث میشه که فاصله بیفته دندونا و اون ناپریژنه یا اون
اسپازمی که تو مایشا وجود داره ممنون از بین داره. این هم که داریم میبینیم این هم مثل همینه، فقط فرقی که داره این نسبت به کلوفتی که اینا دارن. این دوتا رو میتونیم ببینیم و نسبت به مریضای متفاوت ما چیزای متفاوت استفاده که من خودم این دست لذت بردم ازش. از چیزایی که بود یکی از وسیله‌هایی بود که فکر کنم الان جمعش کردن اینجا چون من ندیدمش، داشتم میگشتم. این چیزی که بود اونجا یکی هست در مورد چیزی که اسمش رو گذاشته بودن دندانپزشکی تو آینده. شما وقتی که اون دوربین یا اون هندپیسی که داریم دو تا دوربین داشت که این دو تا دوربین کارهایی که میکردن، یکی این که شما بدون اینکه بخواید تو دهان مریض نگاه کنید شما میتونید مانیتور نگاه کنین و از اون مانیتور اون پریپریشنی که بخواین رو انجام بدید و بعد از اون شما همون خود اون دوربینا این کار اسکنر هم میکردن که به صورت مستقیم چی میکنید که شما یه دستگاه کاتکام در کنارش داشته باشین، یعنی بعد اون پریپریشنی که انجام میدین دقیقاً همونجا اینو فشار میدید دکمه رو 40 دقیقه بعد اون کشی که شما دارین و واسهتون میزنه واسه مریض میذارین و به امان خدا. مزیتی که داره دیگه شما با زورنوی تکنیک سر و کله نمیزنید که چرا روکش هم آوردی روکش هم نشسته، چرا رنگش نشه و این دوربینی که داشت این خود رنگ دندون هم تشخیص میداد که شما اون رنگی که میخواین باشه که یا از اون روشن‌تر باشه یا همون رنگ باشه یا هر چیزی که باشه. و دومین مومنتی که هست شما دیگه نیاز ندارین که اینو شما ازش قالب بگیرین بعد قالبتون رو گچ بریزین باز شما اینو بفرستین لابراتوار باز لابراتوار واسهتون اینو بفرستین دیگه تمام اینا هست. یعنی دندانپزشکی در حدی پیشرفت کرده که طرف بدون دندون میاد توی مثلا فاصله زمانی 3 ساعت با یه هالیوود اسمایل از پیش شما میره بیرون. شما همونجا میتونید ایمپلنت بذارین، همونجا واسه ایمپلنتاتون زمانی که هنوز شما دارین ایمپلنتاتون رو دارین با شابلون گذاشته میشه، هنوز شما قبل اینکه شروع کنی ایمپلنتاتون رو بذارین روکش‌ها شروع میکنه ساختگار شدن و حالا اون دیگه اگه خیرورگ یا همون جراح ایمپلنتولوگ اگه تشخیص بده که این ایمپلنتات دووم اینو دارن که همونجا ما بهشون فشار بیاریم و اونجا روکش‌ها رو بذاریم همونجا روکش رو میذارم و خدا نگهدار. بچه‌ها دندانپزشکی خیلی داره پیشرفت میکنه و این چیزی که دارم بهتون میگم شما باید هر روز خودتون رو آپدیت کنید، هر روز خودتون رو آپدیت کنید. یه مزیتی که روسیه نسبت به ایران داره اینه که اینجا هر 5 سال یه بار شما باید برید دوباره امتحان بدین. اگه شما اینجا میدونید تا جایی که شما تو روسیه فقط با تخصصی که دارین میتونید کار کنید و این تخصصتون رو هر 5 سال یه بار شما باید برید دوباره امتحان بدین. یعنی اینکه اگه شما مثل این نیست یه بار یه مدرک گرفتین دیگه کل زندگیتون اینجوری تجربی کار کنید. نه، شما هر 5 سال یه بار شما میرین بعد با بهترین تکنولوژی که هست با بهترین چیزایی که هست شما اونجا باید باشون کار کنید، یاد بگیرید و اینا رو تو پرکتیکتون هم نشون بدید. یا اگه در حالت کلی تو 2 بخش اینها تقسیم میشن، یکی اسکالیاش یکی نیسکالیاش. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما دسته رو تا آخر میبندین یکی هست اینها دهنهاش به هم میرسن، یکی هست به هم دیگه نمیرسن. اینایی که دهنهاش میرسن اینا واسه خارج کردن ریشه های دندون استفاده میشه. اونایی که دهنهاش به هم دیگه نمیرسن زمانی که دندون تاج داره رو چی میشه. از لحاظ شکلی 3 تا فرم اصلی که خود شیپسیا دارن یکی هست که پریامو یا همونایی که به صورت مستقیمن، یک شکل دیگه دارن که اس ابرازنی یعنی شکل اسی دارن به خودشون. وقتی که از بغل نگاه کنیم یه شکل اس مانند دارن و نوع سومی که هستن کلوواویدنی یا همون منقاری شکله. این کلوواویدنی اینها بیشتر واسه فک پایین میشن، اس ابرازنی واسه فک بالا میشن، پریاموی واسه دندونای جلو بخوام میشن. یه سری دیگه از شیپسی ها هستن که مثلا مثل این شیپسی که اگه ما نگاه کنیم اینو از اینجا بعدش داشتم فکر کنم حدودا مثل این یکی میشه. اینهایی که میان اینها رو شما واسه دندونای عقل پایینن، شیپسی های واسه مخصوص واسه عقل پایینن. چرا؟ چون ما از بغل اگه اینو بخوام بزنیم تو کلو با پاره میکنیم تا بخوام چی کنیم. اینا 2 تا حالت دارن، یا اینکه خودشون یه حالت دارن که اینجا مثل این یکی можно посмотреть, пожалуйста, чипсы? Дайте. Какие?
Какие? Вот это восьмерки, вот это. Вот эти. Да. شما اینی که هست مثلا میگم وقتی که شما اینو ببرید بخواید بذارید تو دهان مریض واسه دندون شماره 8 شما اینو قشنگ میتونید بدین اینور. متوجه چی میگم؟ این چیزی که هست یا مثلا میگه از این طرف هر طرفی که حالا مثلا میگم لازم باشه اینو شما نسبت به اون دندونی که دارین اینو شما این بفهم واسه اینور استفاده میشه. این چیزی که داره شما اینجا گرفتین ولی این تقریبا 2 سان میبینید از این ور که نگاه کنید این 2 سان عقب‌تره نسبت به اون. این واسه این کشیدن دندون شماره 8 را استفاده میشه. یکی دیگه هم که هست واسه دندون شماره 8 еще можно, пожалуйста, вот это первый, да. واسه این دندونای 8 پایین یکی دیگه اینه. چرا؟ چون این نسبت به اون فرمی که داره دیگه مریض که دهنشو باز میکنه ما اینو مستقیم میدیم دندون شماره 8 رو میگیریم دیگه این هیچ فشار به لثه خود به لپ نمیاره و اینو شما مستقیم میدین و اون دندون رو میگیریم و اون حالا لوکسیشن یا هر کاری دیگه که لازم باشه واسه خارج کردن دندون رو میگیریم. Спасибо вам большое. بینایی بدی دارن یعنی دور و بد میبینن واسه کسایی که کار اندودونتی میکنن واسه کسایی که کار وینیر رو پروتز انجام میدن که این بهشون نسبت به اون بزرگنمایی که میده خیلی راحت‌تر میتونن ببینن و اگه به قول معروف چیز سطح صافی رو دندون باقی نمی‌داشته اینا نسبت به چشم عادی انسان که مثل بزرگنمایی که دارن خیلی راحت‌تر میتونید شما اونجا رو ببینید و اون کارهایی که دارین خیلی کارتون رو به صورت دقیق‌تر انجام بدید. اینا قیمتایی که داره روزانه از 70,000 شروع میشه تا 50,000. Сильно продающийся. Ну, прекрасно. Продолжаю пользоваться. Какой должен быть порошок? Это оксид алюминия. 27 микрон. Оксид алюминия. 27 микрон. Вот этой банке, ну, вот, которую я вам показывала только что, да? Видели? Все видели? Оксид алюминия. Очень надолго хватает. Я его купила лет 5, наверное, назад, и вот он очень расходуется экономично. Ну, стоит он там 10, может сейчас 15, но он очень экономичный, потому что вашим внукам хватит. Все, отпескостроили зуб, смыли, вот кавас такой. Смыли зуб, нанесли туда кислоту. Сейчас выбираете органику, кислоту. جایی که بخواید فایل رو بزنید تو دندون بعد عکس بگیرید ببینید چقدر دیگه تا دندون مونده این مثل سنسور ماشین کار میکنه وقتی که شما هر چی میرید با آپکس دندون از درچی اینجوری بزنید وقتی که به تایی دندون برسید دیگه خودش شروع کنه داد زدن و باعث میشه که شما دندون رو پرف نکنید این یکی دستگاه دیگه که هست این اندوموتوره این شما به جایی که بخواید فایل‌ها رو دستی هر کدوم رو انجام بدید یه دونه اندوموتور داشته باشید اندوموتور قشنگ شما میتونید وارد بشید و به جای فایل‌ها میگیره مزیتی که این نسبت بقیه اندوموتورها داره چیه زمانی که شما اگه وقتی که ما می‌خوایم خود کانال رو تمیز کنیم کانال رو به صورت کنوسی در بیاریم مثل کله قند برعکس اینو در بیاریم اگه این دیوارها صاف نباشه و پله‌هایی وجود داشته باشه این به اضافه اینکه گردشی داره این خودش تشخیص میده و شروع کنه تخلیه زدن این دستگاهی که می‌بینید این فعلا تو بوسه نیست تا 2 ماه آینده میاد این میکس این دو دستگاه با هم دیگه
نسبت به اون نامبرا خیلی ساده‌تر و راحت‌تر. این پلنت هایی هم که داره اگه بخوام وارد شم واسش خیلی زیاد میشه، ولی خب این تو سن و این پلنت متفاوت میزنه که از لحاظ اینکه خود این پلنت چجوری تو استخون قرار میگیره و چجوری بسته میشه اینا با هم دیگه متفاوت. امروز 27 اپریل روز آخر دنتال اکسپو. استافکای دندان پزشکی واسه شخص خودم خیلی جالب بود. اینجا خیلی از وسایل جدید و بروز دنیا بود که من فکر می‌کنم نه فقط واسه من و واسه دانشجوهایی که اینجا تشریف آوردن کلا خیلی جالب بود و در کنار اینکه اینجا میتونستن وسایلی رو واسه خودشون بخرن که در زمان آموزششون بهشون لازم دارن، میتونستن در کنار این لکچرها و کلاس‌های عملی رو شرکت کنن که تو این کلاس‌های عملی خیلی چیزهای جالب دیدم و اینکه خیلی متریال‌های متفاوتی بود که اینجا استفاده می‌کردن و هر کدوم از این برندهای متفاوت متریال خودشون رو پرزنت می‌کردن. به نظر من خیلی خوب بود امسال و اینکه چند تا تور متفاوت داشتیم واسه دانشجوهای عزیز تونستیم اینجا این تورها رو برگزار کنیم، تورهای علمی، و امیدوارم در دنتال اکسپو سال بعد و یا در دنتال اکسپو که دفعه بعد اجرا بشه شما دوستان عزیز در کنار خودمون ببینید. امروز اختتامیه دنتال اکسپو هستش و خب واقعا مثل سری‌های پیش که برگزار شد خیلی خوب و عالی، هم از شرکت‌های مختلف متریال‌ها، اینسترومنت‌های جدید رو معرفی کردن، ابزارهای معرفی کردن که هنوز حتی وارد روسیه نشده، باید پیش خرید بکنید و میتونید قبل از اینکه اصلا پیش خرید بکنید و اصلا به بازار ارائه بشه شما باهاش اونجا کار بکنید، استفاده بکنید، امتحانشون بکنید. از دستگاه‌هایی که خیلی نظر من به خودش جلب کرد اسکنرهای سه‌بعدی بودن که دیگه نیاز به قالب‌گیری و ایمپرشن گرفتن از دندون نیست، خیلی راحت و خیلی دقیقه. خیلی لکچرهایی که اینجا برگزار شد از دکترهای خیلی خوب، بهترین کمپانی‌ها اینجا بودن واسه پلاستیک متریال، بایوئوس، پوستی متریال‌ها اونجا بودن، واسه جراحی پلاستیک لثه، واسه درمان‌های جدید بودن با تکنولوژی واسه از بین رفتن پریودونتایتیس یا جینجیوایتیس. و حالا غیر از کلاس‌هایی که اینجا برگزار میشه، دوره‌های رایگانی که شرکت‌ها میان برگزار میکنن که شاید همون دوره‌ها رو بخوایم بیرون بریم بالای 10 تا 30 هزار رو باید بدید، ولی خب اینجا اسپانسر داره و به رایگان میتونید تو دوره‌های عالی شرکت بکنید. سالیانه 2 بار برگزار میشه این نمایشگاه برای دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی و واقعا فکر میکنم که هر دانشجوی دندانپزشکی، مخصوصا دانشجوی دندانپزشکی، حالا دندانپزشکان جدا، مخصوصا دانشجوی دندانپزشکی باید حتما بیان، هم با متریال‌های جدید آشنا بشن، هم اینجا بتونن با همکارانشون صحبت بکنن، کلاس‌ها و دوره‌ها رو برن و قشنگ به علمشون اضافه بشه. واقعا از این فرصت باید استفاده کرد.